سلیمان دولتوف یک فعال اپوزیسیای توجیک که در کشور اروپایی لیتوا به حبس گرفته شده در حال حاضر در اردوگاه دپورتاسیونی قرار دارد. روز 2 اپریل سال 2024 در بیانیه‌های خطی و ویدیویی از این اردوگاه ادعای دپارتمنت امنیت دولتی لیتوا درباره خطر داشتنش به امنیت ملی لیتوا را بی‌پایان نامیده رد کرد. اخیرا شبکه تلویزیونی و رادیوی لیتوا شرح رسمی دپارتمنت امنیت دولتی این کشور را پیرامون قضیه سلیمان دولتوف نشر کرد که در آن چنین گفته می شود: دپارتمنت امنیت دولتی به دپارتمنت مهاجرت چنین خلاصه داد که دولتوف به دلیل رابطه‌هایش با اعضا و طرفداران سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های تندرو و پنهان کردن عقیده‌های تندروانه به امنیت دولت لیتوا خطر ایجاد می‌کند. اما این نهاد مشخص نکرده است که سلیمان دولتوف به همکاری با کدام سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های تندرو عیب‌دار می‌شود. سلیمان دولتوف در بیانیه‌هایش این ادعای دپارتمنت امنیت لیتوا را هوایی نامید. ژورنالیست‌های تاجیک این اتهامی که بالای من قرار دارد این من رد میکنم. من از 2014 تا حاضر برای دموکرات و برای وطن، کشور، سرزمین تاجیکستان مبارزه و میخواهم که وطن خود وطن دموکراتی همچه آزاد باشد و روزهای نزدیک ردیه من به سپیسلوژب لیتوا با دستی برادر شرافالدین گدایف میرسد و برادر شرافالدین گدایف در همه جا پهن میکند و من هیچ گناهکاری نیستم و به یگام گروه ها شامل نیستم، نه گروه های تروریستی نه گروه های اکستریمیستی. ما یا آزادی خواه هستیم و آزادی ملت و وطن کشور خود میخواهیم و میخواهیم که کشور ما مثل دیگر کشورهای اروپا آزاد و مردم زندگی به سر برند. دولتوف به تفتیش مستقلانه پروندهش اصرار ورزیده گفت آماده است که با دلیل‌ها بیگناهی خود و با تروریسم یگان رابطه نداشتن خود را ثابت کند. روز 9 اپریل سال 2024 حرمت بیبی رحمتشوی و همسر سلیمان دولتوف نیز در یک نامه سرکشوده از پرزیدنت لیتوا گیتانس ناوسیدا برای اهل سرنوشت شوهرش یاری خواست. سلیمان دولتوف پناهنده سیاسی تاجیک را نیمه دوم روز 5 اپریل سال 2024 بعد نماز جمعه افراد نقاب‌پوش از نزد طرفخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر کردند و روز یکشنبه 7 اپریل دادگاه ویلنیوس فعال تاجیک را برای 2 ماه یعنی تا 6 ایون سال جاری به حبس پیشکی گرفت. سلیمان دولتوف سال تولدش 1986 زاده شهر وحدت از سال 2015 اینک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد.